سلام دوستان، قسمت پنجم رو دارم براتون ضبط میکنم. قسمت پنجم شاید کوتاه‌ترین قسمت مجموعه باشه. ببینید، یکی معرفی و کاربرد اندیکاتورها مثل مک‌دی و RSI و همشون کاری ندارم. من اینا رو به شما تدریس نمی کنم، چون این به درد پول در آوردن شما نمیخوره تو این بازار. اینو کلا خط میزنم. فیبوناچی، کانال کشی، ابزار نمودیه. فیبوناچی رو بهتون آموزش دادم تو همون قسمتی که گفتم متاتریدر رو چجوری نصب کنیم. اینا فیبوناچی همونجا تنظیم شد برای ابزار ریسک به ریوارد انداختنمون. من از اعداد فیبوناچی هم هیچ استفاده ای نمی کنم. برای کانال کشی هم که تحلیل تکنیکال شما کاملا آموزش دیدید که چجوری خطای کانال رو بکشید، خطای رنج رو بکشید، همه خطا رو بکشید. و برای کانال کشی بازم تمرین میکنیم ولی از ابزارش استفاده نمیکنیم. یعنی میریم روی چارت زنده براتون بی نهایت خط روند میکشم که کامل دستتون بیاد. خط روند رو درست ببین، شما فقط باید درست بکشید خطا رو. همین که خطا رو درست بکشید، من استراتژی بهتون بدم و شما یادش بگیرید و بهینش کنید، به راحتی سود میشید. فقط بتونید درست بکشید. درست کشیدن خیلی مهمه. تحلیل فاندامنتال. این تحلیل فاندامنتال من بازم کاری با این بخش ندارم. چرا؟ این بخش برای خیلی شده قمار کردن. ببین، فاندامنتال 80-90% از تکنیکال پیروی میکنه. یعنی تو اگه توی تکنیکال روند رو به فرض صعودی یا اصلا نزولی تشخیص دادی، این تو فاندامنتال فوقش یه خبر پخشه، همون حرکت رو سریع بره. همون حرکت رو سریع بره. وگرنه قرار نیست چیز جدیدی باشه، مثلا چون که این خبر مهم هست حرکت عوض شه. نه، همشون از فاندامنتال، همشون از تکنیکال، زیر مجموعه تکنیکال هست. یعنی هر کاری تکنیکال کنه اینا پیروی میکنن. ببین، اخبار اقتصادی مهم و تاثیر روز اینا رو میتونید توی فارکس فکتوری ببینید. این پایین توی عکس نوشته فارکس فکتوری. اینو توی گوگل سرچ میکنی، برات میاره و میری داخل سایتش و اخبارهای مهم رو میتونی ببینی. دوستان، این سایت فارکس فکتوری هستش. این بالا آدرس دقیقش نوشته forexfactory.com. میاد توی سایت فارکس فکتوری، اینجا همه خبرها با ساعتشون اینجاست. شما باید اول کاری که میکنید اینجا این ساعت رو تنظیم کنید برای خودتون. الان این ساعت به وقت تهران تنظیم، یعنی من به وقت خودمه، ولی میتونی برای راحتی کار به وقت بروکرت تنظیمش کنی که دقیقا ساعت اخبار همون ساعت بروکرت باشه. هیچ فرقی نداره. یه ساعت تنظیم کردن چه کاری؟ هیچ کاری نداره. میاد اینجا این خبرهایی که میاد، مثلا این زرد، این قرمزه. چرا؟ چون که قرمزه از زرده مهمتره. چیزی که باید بدونی اینجا فیلتر. ببین، این خبر اینو سفیدر همیشه بذارید. این زرده و این نارنجی رو ببندید. به نظر من اگه میخواید خبری معامله کنید، به نظر من کلا تو این سایت نیایید، همون تکنیکال رو یاد بگیرید. این قرمزه با این سفیده، این کمترین حاز اهمیت رو دارن این اخبارا و این بیشترین. حالا اینو چرا بذاریم؟ اگه بانک هالیدی باشه، یعنی اگه کلا تعطیل باشه، میبینید بانک هالیدی، تعطیلات بانک هاست، مثلا روز سه شنبه بازار تعطیله. بعد این تعطیلی بازار تو این اعلام میشه. این هم اخبارهای مهم رو داره. ببین اینا رو میبینید، اینا همون واحد پولای کشور هاست. این بستگی به تو داره. مثلا اگه طلا USD رو کار میکنید، بجز این همشون این تیکا رو بردارید. همه این تیکا رو بردارید، چون اخبارهایی که مثلا راجع به پوند و یورو اینا بهتون میده به هیچ درد تو نمیخوره. یا مثلا شما روی نزدک معامله میکنید، اینو میتونید فعال کنید. یا مثلا روی بقیه چیزا اصلا فرقی نداره. روی هر جفت ارزی که معامله کردی اخباراشو فعال بذار. بعد فیلتر کردی، اپلای فیلتر رو میزنی. مثلا ما فقط بخوایم USD رو مثلا ما برای طلا
این برای اطلاع. خب 8 آگوست مثلا برای روز 12 آگوست ساعت 4 من این اخبار رو دارم. اخبار CPI. اخبار CPI خیلی اخبار مهمی هم هستش. بازار خیلی باش جابجایی داره. مثلا میشه باهاشون معامله زد، معاملتون سریعتر نتیجهش رو بده. به نظر من فقط همین معنی رو میده، وگرنه همون تکنیکال کافیه، تحلیل تکنیکالات کافیه برای معامله کردن.